What's up guys؟ السلام علیکم دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوب جور صحتمند باشین هر جایی که هستین. معصومه اکرمی هستم، امرای دوقلوها در خدمت شما قرار گرفتم. کسایی که بار اول هسته برای اولین بار این برنامه رو میبینه، نام من معصومه اکرمی هست، ساکن کشور سویدن در شمال اروپا هستم و 2 دانه دختر دارم. نامایشان یاسمین جان که دو طرف 6 و اسرا جان. یاسمین جان 5 ساله شد بخیر و اسرا جان 3 ساله. همسرم هم از کشور سومالیا است و من یک بلاگر هستم و از کارهای روزانه خود فیلم تهیه میکنم و خیلی خوش آمد میگم که به چینل من پیوستین. خوشحال میشم که کلید لایک و سابسکرایب فشار بدین. منتظر کامنت های مقبول شما عزیزای دل هم هستم. و یک سلام ویژم تقدیم همراهان همیشگی که لطف میکنن و برنامه های مرا میبینن و حمایت میکنن. دوستان عزیز، همونطوری که از پشت سر من میبینین، من فعلا در بیرون هستم و در پیشروی محل کار همسرم هستم. همسرم راننده بس هست و ساعت 10 بجه آمده بود خانه، وقفه نان چاشت خورد و ما هم نان چاشت ما را نوش جان کردیم دیگه. آل فعلا ساعت تقریبا 1 بجه هست و من پس موتر از پیشش گرفته آوردمش در سر کار، در وظیفهش رسانده میشه، چون که موتر امروز من لازم دارم. ما و اولادا باید بریم تا استکهلم، کمی کار داریم و کارهای ما را انجام بدیم، بخیر خلاص کنیم دیگه. خواستم که برنامه هم به شما بگیرم، ولاگ بگیرم، چون اگه 2 روز برنامه نندازم به تشویش میشین که کجا شدی، چی کار کردی. دوست دارم که شما هم همیشه با من یک جای باشین، دق نیاریم. و از اولادا پرسان میکنیم که چطور هستن. سلام یاسمین جان. سلام مامان. خوب هستی؟ آره. سلام علیکی که دوستای عزیز. سلام دوستای عزیز. خوش آمدید به ولاگ جدید. آفرین یاسمین جان. سلام اسرا جان. سلام مامان جان. صدقه خوبی عزیزم؟ آره. سلام علیکی که دوستای عزیز. دوستای عزیز. سلام علیکم دوستای عزیز. دوستای عزیز. آفرین. کدام آهنگ میخوای بشنوی در موتر یاسمین جان؟ آهنگ فرمایشیت کدام است؟ فرهادداری مکد. های آهنگ دخترم جدیدن خیلی دوست داره، آهنگ هزارگی جدید که خوانده به نام چیمای تو. در قسمت آهنگ باز فراجان دریا میگه مکد و یا زمین یا آهنگ به نام مکد میشناسه که حتما برشان پلی میکنم. اسرا جان کدام آهنگ تو میخوای بشنوی؟ دلم. آفرین، بردی دل من. آهنگای اولادا رو پلی میکنیم بخیر و حرکت میکنیم طرف استکهلم. تا پایان این ویدیو ما را بیننده باشید.
به خیر و خوشی رسیدم در جایی که میخواستم. دیگر راه بسیار وحشتناک بود، خطرناک بود، بارانی، لغزنده. دیگه خدا رو شکر که به خیر رسیدیم. حالا میریم داخل ببینیم که چی گپ هسته. باشو گو بزن ای آفره. Mom, I didn't sleep. You didn't sleep? No. بیا عصر جان دیست آبجو خوب بگی گم نشی جگرم. عصر گلی دیست آبجو بگی. آفرین. اول از همه باید برم بانک. کار دارم در بانک و بعد از اینکه از بانک خلاص شدم، چون اینجا در داخل از این گالری هم فروشگاه های لباس است و هم بانک، هم فروشگاه مواد غذایی، هم رستوران های خیلی زیاد از هر کشوری هست و اینجا یک رستوران ایرانی است به نام رستوران زعفران. بسیار غذایش اولادای من از اون وقتی که به دنیا آمدن غذایش خوش داره و این طرف بریم یاسمین. و پیش از پیش خبر داشتن که من اینجا میایم و گفتن که بابا کباب بخر دیگه، حتما برشان انشاءالله خواد خریدم دیگه. من خودم کسایی که خبر ندارین هنوز در رژیم هستم، انشاءالله که دیگه بخیر با وزن دلخواه برسیم. دخترای مقبول مادر، دخترای مقبول مادر. Okay, go faster, faster. Faster, faster. کارم از بانک خلاص شد. اولادا اینجا یک دکان گودیس فروشی را دیدن و چاکلت فروشی دیگه و میخواین که اینا رو برشان بخرم. میگم آل نخورین، در موتر بخورین، اگه آل بخورین نان خوردن نمیتونین. سیسه اوکی. منم پولشو بدم. من اسرا. هی دم تو با Vill du köpa något annat? بیاین دختران. حالا حالا این طرف این طرف بریم. اینجا یک دکان لباس فروشی هست ببینیم که چی لباسای جدید آورده. بریم اول توالت. اوکی بیاین این طرف. توالتش هم خوبه که گراتیس هم رایگان پیسه نمیگیره، اما در استکهلم در اکثر جاها توالتش متاسفانه که پولیه. بیاین دخترکایم. ماشاءالله ماشاءالله به اسرا گلی و یاسمین. بیا یاسمین. ای از زنانیش این طرف هست. آبیا دکان مجلسی فروشی. ببینیم که کدام لباس مجلسی مقبول داره یا نه. همیچ تو مقبول است. باز خوب تفلانم داره. باش ببینیم که چی داره. بیاین از این طرف دختران. لباسایش ترکی است، اینا رو از ترکیه میارن. اینا ارسال آنلاین نداره کسایی که اگه پرسیدین. چطور است؟ مقبول معلوم میشه. مدلای مقبولی هست در این دکان با سایزهای مختلف دیگه. کفش هم داره. شال و دسکاول و تاج و چیزایی که مربوط عروس میشه. اینجا هم بخش تفلانیش هست، لباسای بف. Mama, it's mine. نه و درازه به تو جیگرم. No, I can't fall.
اینا چی تو قندولک هستن؟ اوکی بیبی. Forever. او در پای تو کوچولویه جیگر خوشگل. Mama, ای جان what's this? What's that? این از محفلی هستن. باند جاش هست رو جون که لکه مکه نشه حاله. Mom, can I wear it? Not now. Let I try our clothes how I will look like. Okay? دوستای عزیز لباسی که انتخاب کردیم چطور است؟ رژیمایی که گرفتم نتیجه داده. کمر باریک شده. شما اگه میخواین پک لاغری رو تهیه کنین با اینستاگرام این پیام بدین و بیاین لباسای مجلسی مقبول براتون خوش کنین. کمر رو باریک کنین و در محافل بدرخشید. چطور شدم؟ این لباس ترکی است و آدرس این فروشگاه در شستا گالری است. متاسفانه ارسال آنلاین ندارن. لباسک مقبول بود اما ای که یک ذره یخنش واز بود به نظرم که زیاد جالب معلوم نمیشد و ای که دراز بود به من و سایزش هم خوب بود، بد نبود. بعد از 20% تخفیف قیمتش هم شده بود 2390 که 2400 حساب کو 240 یورو همین قدرها و گفت 200 دیگه هم اگه در خیاط بتیم برات کوتاه کنه و یخنش قسمتایش پنگویا بزنه 200 دیگه هم شاید بگیره دیگه. از او خاطر منصرف شدم، زیاد جالب هم نبود به نظر من. و ای که من هنوز در رژیم هستم و میخوایم که بیشتر وزن کم کنم، امکان داره که یک سایز دیگه الا 2 سایز دیگه کمتر کنم، باز وقت یک دفعه بیام لباس بخرم که دیگه لباس حیف نشه. و فعلا استورلک یا اندازه یا سایزی که من میپوشم با سایز اروپایی 40-42 است. انشالله که در 36 یا 38 برسیم. بیاین دخترها. و حالی هم در پیش رستوران زعفران هستم. در اولادا یک خوراک غذا میخرم که بخورن. یا بفرمایید بشینید. کی؟ نه جگر من. نسرین بانو هسته؟ نه نسرین بانو سر کار عزیزم. بان من جاکت رو لوچ کنم. اوکی عشقم. من در شرکتی که کار میکنم محصولات لاغری میفروشه که من خودم با محصولات لاغریش دانستم بالاتر از 30 کیلو وزن کم کنم و خیلی خوراکی خوشمزه داره، از جمله پروتئین، چای چربی سوز، از شکلات‌های رژیمی خیلی خوشمزه. کسایی که مثل من علاقه به شیرینی دارین اما میخواین رژیم بگیرین لاغر شوین، خیلی یک گزینه خوبی هست که از این شکلات‌ها بخرین که خیلی هم ارزانه. مثلا 10 تا شاید 20 یورو باشه، زیادتر از اون نیست. خیلی پروتئین بالا داره و وقتی که پروتئین زیاد داشته باشه باعث میشه که شما زود سیر شوین و دیگه احساس گشنگی نکنین و در عین حال میتونین یک چیز شیرین خوشمزه هم بخورین. به خاطر سفارش از این شکلات میتونین که با اینستاگرام من مسومه اکرمی پیام بدین و سفارشاتون رو بسته کنین، یا اینکه پک مکمل لاغری را اگه میخواین تهیه کنین بازم پیام بدین، من جواب میتونم حتما. و دیگه ای که تشکری ویژه میکنم از تمامی کسایی که به ما اعتماد دارن و خرید میکنن. امیدوار هستم که به وزن دلخواهتان هر چه زودتر به خیر برسین. ما تا پایان رژیم همراه شما عزیزای دل هستیم بخیر و یک جای وزن کم میکنیم. من خودم هم 15 کیلو هنوز اضافه وزن دارم که بخیر با هم دیگه با شما یک جای وزن کم میکنیم. و این موجه های جدید چطور است؟ واقعا خودم خیلی راضی هستم از فیشن کردن چشم، دیگه راحت شدم، خیلی خوب است. آلیس فقط من اینال میرم در یک دکان دیگه، این دکان ایرانی خود قهوه نداره، میرم در یک دکان دیگه قهوه پیدا میکنم، قهوه تلخ که همراه شکلات خود بخورم بخیر به عنوان میان وعده. چون من غذای خود همطوری که در اول ویدیو گفتم ساعت 12 بجه غذای چاشت خود نوشیجان کرده بودم، فقط اولادها یک ذره چای صبح صحیح نخورده بودن، از این خاطر بر از اینا غذا خریدم و فعلا ساعت 3 بعد از ظهر است، 3-4 بجه. یاسمین از را اونجا شیشته، من کافه خودم بخرم بخیر.
دوستا پرسان کرده بودن که کافه همراه کافه گرم همراه آب لیمو صبح ناشتا اگه بخوری چربی سوزی انجام میده. اگر رژیم بگیری انجام میده، اگر رژیم نگیری انجام نمیده. فقط همین خوبه که اشتهای آدم میگیره، خوبه، بد نیست دیگه. کسایی که در رژیم هستین میتونین امتحانش کنین، بد نیست. 30. اوکی. kan man betala kontant? Det går bra. Varsågod. Tack så mycket. Kontant. Varsågod. Tack. Bra kvitto. Nej, det går bra. Tack så mycket. Varsågod. غذا آماده شده؟ Mom, the alarm make. اوکی، الارم زده، یعنی که بریم غذای ما را بگیریم. غذا هم آماده هست. این از غذای اولادا. یک دانه بشقاب اضافه هم باید بگیرم که تقسیم دو کنم، چون که یک دانه از زیر یک نفر خوردن نمیتونه. صبر کو که من یک بشقاب دیگه بیارم یا سمین خو این تقسیم دو کنم، هر کی در بشقاب خودش غذا بخوره. درست است؟ آفرین. اگر در چاشت بیایی در می وقت غذای چاشت باز ماست و خیارم این گور است، یعنی شاملش میشه و سلادم داره. این سالاد در ایران میگن سالاد شیرازی. اولادای من سبزیجات دوست داره، میخوره سالاد مالاد، چون که من خودم میخورم و همین یک عادت میشه به طفلا. یاسمین کوکاکولا زیرو بگیرم یا فانتا؟ اوکی. من اولادای من هر روز کوکاکولا نمیتونم، فقط در صورتی که رستوران بیاییم که او هم هر روز نمیاییم دیگه. و کمی دسمال بگیرم از اینجا. So guys. خب اینال چیکار میکنیم؟ غذا رو تقسیم میکنیم. Okay. من همیشه میکس میخرم که یک دونه کباب داشته باشه، یک دونه مرغ داشته باشه که هر دو را نوش جان کنن. But I don't want to eat lemon. It's too much sour. اوکی. That's because it's yours. من نمیخورم. میتونم داخل کافه خود بریزم. آفرین. من میخورم پس. Okay, taste it. نه ویت الیتل صبر کو. داغه یکم یخ شوه. اوکی. کبابای تو توته کنم بخورین. بخورین کیف کنین. این قاشق چنگال یاسمین خانم همراه نوشیدنیش. بفرمایید. اشتهای خوب عزیزم. این هم دستمالش اگه لازم شد. این سالاد و ماست هم با هم دیگه شریکی بخورین. این هم از عصر گولی دختر مقبوله. مادر فدا شوه. مادر صدقه شوه. Let's turn it off. یا ایسی Mom, the light is off. خیره. سویدن قیمتی شده، برقا را خاموش میکنه که پول برق زیاد نیایه.
بفرمایید عصیر گلی، بفرمایید. این هم نوشیدنی شما، این هم دسمال اگه لازم شد. سالادایتان هم بخورین. اوکی، شروع کن عزیزم. نوش جان عشقم، نوش جان دخترایم، نوش جان عزیز گلی. شما بخورین دمم میرسه. اما در فدا شوم عزیزم. چی بلا گرمی شده. کافه من کمی سرد شده. بله چی شد یاسه؟ خیر مواظب باش دیگه. آره هرگز غذای خود برنده شوه. شکلات جایزه داره. این لیمویی که اولادا نخورد. کافه من دیگه سرد شده. البته کافه تلخ هسته. ایرام دسترش اینطوری مش پلانیم. و شکلات خوشمزه را واز میکنم، نوش جان میکنم، با خیال راحت یک شیرینی میخورم بدون از اینکه چاق شوم. هر کدام از این 56 گرم است. خیلی زیاده. یامی. عشقم. تو دختری چرا چاپا کنی عزیزم؟ آفرین. کل کبابا و برنجا رو برنده شوین. برنده شوین. هر کی برنده شد دسر حق داره یک دونه شکلاتی که خریدم بخوره. مگه نه دوستای عزیز؟ من یک آهنگ به اجازه تان بشنوم، کمی ریلکس کنیم، کافه رو خلاص کنیم. در حضور شما اعضای دل برمیگردیم. زندگی در کنار شکلات‌های خوشمزه شرکت هربالایف زیباتر است. خوشمزه یامی. با خیال راحت شیرینی بخور، لاغر شو. مگه میشه؟ مگه داریم؟ جهت و سفارش دایرکت. 10 تایش 20 یورو یا 200 کرون.
من قهوه خود نوشی جان کردم و شکلات بسیار مزه‌دار بود. جای شما خالی و اولادم نانشان نوشی جان کردن. ازشان میپرسیم که غذا چطور بود. غذا چطور بود یاسمین جان؟ اسرا جان خیلی خوشمزه بود. غذا چطور بود؟ خوشمزه. گازا ان کوکاکولا. کوکاکولا غذا خوشمزه بود. نوشی جان بیاین دخترا بریم این هویم هم یک دفعه سعی کنیم. در تولد یاسمین و اسرا یکی از دوستای عزیزم کارت تحفه آورده بود و او دیگه هم تو مونده بود. هر دفعه که من می آمدم هویم یادم میرفت که این پرسنت کورتشونه ببینم که امرایش چی خریده میشه دیگه. خدا خوشبختانه و خدا رو شکر امروز به یادم بود و میایم داخل هویم ببینیم که چی خریده میشه امرایش. یک سعی کنیم چی چیزای جدید داره نداره. بیا اسرا داخل بریم. برو دوک بس استاپ. آکه بخورین دیگه خلاص شما. مواظب باش جمپ. از پیش شیشه بیایی سو نیفتین. آره خدا نکنه بیایی سو. اینم من. داخل کارت چک کردم 400 کرون بود. تشکر بسیار زیاد از خاطر تحفه شما دوست عزیزم. اینا لمرای 400 کرون یک تحفه به اولادای خود میخرم. بخیر در بخش طفلانم رسید و ببینیم که چی خریدم میشه. دخترها چی خوش میکنن ببینیم دیگه. این جوراب است بچه. بله چی بخرم؟ لباس بخرم چی بخرم؟ نه از این لباس ها دیگه در الماری شما جا نمیشه. یک چیز دیگه میخرم. یک دو تا شلوار بخریم چطوره؟ Yes. گشتم در این قسمت دستم چرا میلرزه. در قسمت همین اطفال هستیم هنوز. چیزایی را که خوش کردم همین 2 دانه شلوار دانه 100 کرونی و یک بسته بولیز که 3 تا بولیز داره 199 کرون که 400 کرون پوره میشه. همین را به اولاد خریدم لباس روی خانه ای بپوشن. بریم دیگه. بیا پولش پرداخت کنیم یاسمین. بریم که خسته شدیم در موتر. بیا جگرم بیا. تک. Too much long. یا let's go guys. تاکسی می که جاکت خوب پوش. بریم که ناوقت شد. رسیدیم دیگه. حالی هم باید برم پارکینگ از اینجا لاگ اوت کنم ببینم که چند شد. پیسه از پیش ما میگیره یا نه. کلار فرات شورا اوت جی پی دی 189. خدای شکر که 0 شد. ابسولوت پارکینگ هیدو. بریم در داخل موتر ما اون طرف هسته. اوکی. Can you go and sit in your side? Come sit from here. بیا اسرا تو هم بشانم. دوستان عزیز خوشگل نازنین رسیدم پیش ویلیز. کمی سودا کار دارم. میوه خلاص شده، شیر خلاص شده، همونا رو بخرم دیگه. باز یک دفعه بریم خانه و خدایا 1000 مرتبه شکری که به خیر خوشی سلامتی رسیدیم به خیر به شهر ما.
و میریم داخل خرید میکنیم. و ای که بانوهای عزیزی که جواز رانندگی دارن و مخصوصا در شمال اروپا زندگی میکنین، پیشنهاد من به شما است اگر رانندگیتون خوب نیست، در هر شرایط اگر برفیز، بارانیز، لغزنده است حتما درایو کنین، یا اگر تاریکی است نترسین درایو کنین تا که رانندگیتون خوب شوه و تحت هر شرایط بتونین رانندگی کنین. مخصوصا در شمال اروپا که اینجا هوا بیشتر تاریک است، زمستانا طولانی تر است، سرکا لغزنده است، خیلی شمال و طوفان و برف و یا زیاد است، بهتره که شما تمرین زیاد کنین دیگه. ما خدا رو شکر که بخیر رسیدیم. هوا خیلی خرابه مخصوصا که طفلا همراه آدم باشه آدم میترسه دیگه، اما ترس باید کنار بگذاریم و دیگه بسم الله گفته حرکت کنیم، کارا رو پیش ببریم که پس نمانیم. دختر خسته شدین؟ آفرین، بریم ویلیز یگان چیز بخریم. اوکی let's go guys. Go in Asra John. Leave go. چی بخریم؟ دنبال چی آمده بودم؟ دنبال اپل آمده بودم. That is a green apple. کنده نکو بانده جایشی. یک دانه خلطه بگیریم. باید بریم یک تا ثبت بیارم. اصلا بنانه تخفیف خورده دوستان، 14 کرون شده. اوکی بیا خلطه که بگیر. بگی ما کم قدس خون. یک دو سه چهار. بابا داخل ثبت بنویس. take one. بان داخل ثبت. ماما دیگه چی بخریم؟ اوکی بریم خیلی او طرف. پشت چی آمده بودم؟ میوه شیر. بیا اسرا جان پیش رو سعی کن. مندوبی چند تا میخوای بخری؟ مندوبی. آره مندوبی. Go collect 2 3. No, this yellow one is good. Take 4 stick. Mom, I can buy everything. Okay. So بریم یک تا شیرم بخریم. بیا یک تا شیر بگیر. نه پایینی. نه اونه is this white one. In front of you this one. آفرین بان داخل خلطه. آبجیکو اسرا گم نشو بیا. نه اوکی بان داخلش چیکار کنم عزیز شما. اوکی let's go we pay. Pot. Yeah. Never mind. This is picture camera na hai. Here is your juice.
Duktig.